ای بارسای بزرگ، به قلعه های اطرافت اعتماد میکنی و بزرگ میشی. کیتا آترانوس و کستل. وقتی که این قلعه ها سقوط کنن، کی میتونه که بورسا را از دست ما نجات بده؟ هیچ کسی نه. اونایی را میفهمن. به همین خاطر که ما را به هم بزنن با ظاهر دین به سمت ما آمدن. خواستن که اینی شهر را بزنن، اما اونا تاوانش با جانشان دادن. به خاطر پس دادن تاوان فقط جانشان کفایت نمیکنه. قلعه‌شان هم باید بگیریم. البته که میگیریم. هر وقت که جنگ شود دل ما سه تکه میشه. اورهان و علاودین کلان شدن، اردوشان خان شدن. میفهمم که با متحد شدن ما به هدف خود میرسیم انشالله. البته که میرسیم. ای بورسا، یا تو و یا من. یعنی شهر. سپایا، نظم برقرار کنید. ای ماشالله، ای ماشالله. هدف قلعه کستل است. سپاهیا، به خاطر جهاد آماده هستین؟ سپاهیای ما چی میخواین؟ دیگه چی میخواین؟ دیگه چی؟ دیگه؟ ای ماشالله بشیرایم، ای ماشالله، ای ماشالله. از قونیه خبر آوردیم جناب بران. زنده باشی بیادر. جناب، از قونیه آمده. جنابا، همگی با دیوان بیاین. زود باشه.
اولگن خاتون، مام شما را میپالیدم، مادرم شما را صدا داد. فاطمه کدام خبر آمده؟ از جرکوتای کدام خبر آمده؟ نه اولگن خواهر، یک خبر رسانه از قونیه آمده. در این قدر وقت بدون او، اما او نمرده میفهمم. جرکوتایی نمیموره. مادر پدرم اومده اما تو نیست. پدرم اومده اما تو نیست. پدرم اومده. میایه بچیم، میایه. خیلی چی وقت میایه مادر؟ ها؟ همیشه میگی که میایه اما چی وقت میایه؟ نمیایه؟ میایه یک دانی. جنابان، فتح کستل متوقف میکنیم. جناب، فتحش رو متوقف کنیم. مردمای دیگه به یک سلطان جدید ضرورت دارن. یعنی چی جناب؟ سلطان مسعود مسموم شده. و این کار دیگه راه برگشتی نداره. ای وای دیالت نظام جدید برپا میشه. قسم شمشیر از غلافشان بیرون میشن. تا وقتی که سلطان جدید تخت میشینه چقدر نفرها از بین میره. حالا شما برم بگوین چطور به این وظیفه آماده شویم؟ خداوند شاهد است که دلم میخوایم ما شویم جناب. خب خانه تمام ترکمنا شدن فقط به جناب عثمان میزیبه، اما تمام هدف ما معلوم است. از یک طرف گرمیان قوی تر از قونیه، از طرف دیگه خانهای دیگه. یعنی میگی قدرت ما به اندازه خیال ما نیست ها؟ جناب بوران، درد تو درد ماست. میفهمیم که تعداد کم میشه بالای تعداد زیاد غالب میشن. اونور خان، زنده باشی. تو کاملا درست میگی، بله. اما اگه تمام ما جمع شویم به مشکل 10,000 سواره خواهد شدیم. گرمیان از 10,000 گرفته تا 100,000 سواره را تشکیل میده. کاراسی با کشتیایشان هر لحظه امکان داره که قسطنطنیه را بگیره. کارهمان ده بالای سر قونیه منتظره آمدن شکارشان هستن هر لحظه. بگو با این درخان ما باید چی کنیم ها؟ جناب، به نظر ما با گرمیان باید توافق کنیم. حتی ببخشین اما جنابم، ما باید تحت حمایت گرمیان قرار بگیریم. متوجه باش. تو چی میگی جناب آیندر؟ جناب اونور، چی خانه و چی دولتایی که به خاطر خیالات خامشان تار و مار شدن و از بین رفتن. من فکر میکردم کل ما به یک فکر هستیم، اما تحت حمایت بودن یعنی چی؟ جنابان، این جلسه مشورت دهی است. در اینجا هر کس گپ دل خواه گفته میتونه. حال بانین گپش با دل جمع بر ما بگویم. مشنام با این درخوان. سپاهیا به کارگرها خبر بتین که اسبای شاهزادای ما را آماده